سلام، امیدوارم که روز خوبی رو داشته باشید. با مجموع پادکست سپونج خدمتتون هستیم با بخش معماری. با ما همراه باشید. مهمان این قسمتمون دکتر حسینی هستن، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمنزار اهواز. استاد خیلی خوش اومدین. اولین مهمان افتخاری ما هستید. منم سلام عرض میکنم خدمت بینندگان و شنوندگان این برنامه. امیدوارم که یه مجموعه خوب رو ما بتونیم شکل بدیم که حالا قسمت اولش هم انشالله به خوبی پیش میره. استاد موضوع بحثمون معماری و عوامل محیطی توی خوزستانه. حالا شما خودتون در مورد معماری سنتی و قدیم بافت خوزستان و معماری مدرنیته که الان داره رواج پیدا میکنه صحبتی داریم. سوال خیلی کلان و بزرگیه و قاعدتاً توی این ظرف کوچیک نمیشه گنجوندش. یعنی مثلا شما همون توی سرفصل‌های دوره معماری هم ببینید درس‌های مختلفی دارن سعی میکنن به همین سوال جواب بدن. ولی چیزی که من الان میتونم خیلی خلاصه برای این ظرف جمع و جور بکنم بحث اینه که نگاه ما توی معماری تاریخی، معماری سنتی، نگاه آدم به معماری سنت در معماری سنتی به محیط بیرونش متفاوت بوده با نگاه الانمون. میگه زمانی ما فکر نمی کردیم که کنترل داریم روی همه چیز و بر اساس اون چیزی که از بیرون اتفاق می افتاده خودمون رو تنظیم می کردیم. حالا چه تغییر فصول بوده، چه روز و شب بوده، هر چیز محیطی و اقلیمی بیرونی بوده. از یه جایی به بعد یه توهمی به ما دست داد که میتونیم اون فرآیندهای طبیعی رو در نظر نگیریم. میتونیم فصل عوض شد، زمستون شد، تابستون شد، با تکنولوژی میتونیم اینا رو کنترل کنیم و همیشه یه شرایط آسایش رو برای خودمون ایجاد بکنیم و اون نقطه عطف یا نقطه انفصال بین اون نحوه نگرش و نحوه نگرشی که الان شده معماری مدرن، به نظرم این نقطه است که ما احساس کردیم که میتونیم دیگه مسلط باشیم به محیطمون. قدیم مقدار به اقلیم بیشتر توجه می‌شد. الان اونقدر اون توجه لازم رو نداره که مثلا ساخته میشه با توجه به اقلیمش چه چیزی نیاز داشته باشه. فقط صرفاً یه چیزی ساخته میشه که برای سکونتگاه باشه. بله دقیقاً. من بخوام مثال بزنم، مثلا توی خونه تاریخی، حالا بخوایم تو همین بحث منطقه خوزستان هم صحبت کنیم، تو خونه تاریخی خوزستان و اهواز ما یه سلسله مراتب تدریجی ورود به خونه داریم. کوچه رو داریم، بعد پیش ورودی رو داریم که یه مرحله دیدو داره تلطیف میکنه، داره یه مرحله سایه ایجاد میکنه. هشتی رو داریم که دوباره داستان خودش رو داره، حق انتخاب برای ورود برای کسی که وارد میشه ایجاد میکنه. دالانی داریم که فاصله میده از خیابان تا خود فضای نیمه خصوصی و خصوصی فاصله میده. حیاط رو داریم که دوباره تلطیف میکنه. یعنی میخوام بگم که این ورود تدریجی رو داریم توی خونه سنتی که الان دیگه به اون سبک و سیاق نمیشه بهش فکر کرد. در واقع همون عناصر بومی فراموش شدن و دیگه تقریبا استفاده نمیشه. یکی از عناصر اصلی استان خوزستان هم وجود کانون و رودخانه ها و ایناست که خب اینم خیلی تاثیر زیادی داشته توی هویت دادن به شهرهاش. نظرتون در مورد اون چیه؟ دقیقاً یکی از وجوه تمایز شهرهای استان خوزستان، اغلب شهرهای تاریخی استان خوزستان، همین رابطهشون با رودیه که از میانه این شهرها رد میشه. جوشتر، دسفول، خود اهواز، بندر خرمشهر و آبادان، اینا یک رابطه نزدیکی با محیطشون داشتن. اون نگرشی که اول صحبت هم گفتم که یه جایی به بعد دیگه ما گفتیم حالا میتونیم خودمون باید برای خودمون تنظیم کنیم محیطو، باعث شد که اگه ما قبل از اون معمار مثلا خونه اهواز میومده و جهتگیری خونش رو دیگه تصادفی نمیتونست انتخاب کنه، میومده بر اساس ورود اون نسیم رودکارون، حداقل توی اون مجاورت‌های رودکارون، چون میدونیم که هسته شهر دقیقاً مجاور رودکارون هم هست، یعنی فاصله‌ای نداشته و معیشت خود مردم هم به اون وابسته بوده. معمار قدیمی میومده و این نسیم رودکارون رو دریافت می‌کرده، اونو عیناً استفاده نمی‌کرده، می‌برده توی حیاط فیلتر می‌کرده، رطوبتش رو کم می‌کرده، خنک‌ترش می‌کرده با اون چیزایی که توی حیاط بوده و بعد استفاده می‌کرده. خب اینو ما اینجا میشه گفت که فعلاً اونقدر بهش توجه نمی‌کنیم. حالا نه اهواز هم خب کلاً یه پایمایی در حال تغییر. الان همین دیروز ما یه بارون شدیدی داشتیم ولی واقعا هستیم بعد از مدت‌ها اهواز بارون اومد. بارون هم یکی از عوامل محیطیشه که زیاد بهش توجه نشده، چون خب توی اهواز و کلاً خوزستان بارش کمه و با توجه به اون خونه ها رو نمی‌سازن. حالا این که بگیم بارش کمه، من این خورده شک دارم. شاید به خاطر بحث تغییرات اقلیمی تا حدی این در اصل این
سابقه ذهنی برای ما ایجاد شده باشه. ولی بحثی که هست کلا توی این منطقه به گذشته خودش کم توجهی شدید شده. یعنی چی؟ یعنی که ما اگر گذشته‌ای داشتیم که مثلا بارش شدید توش اتفاق میافتاده، الان معابری داریم که اون معابر دیگه پاسخگویی نیست. حتی من دقت کردم تو همین دانشگاه خودمون گفسازی که تازه اجرا کردیم 5-6 سال اجرا کردیم، ولی آب توش جمع میشه و یا راه آب نداره، خروجی آب نداره، یا اینکه اصلا شیبش درست اجرا نشده برای یعنی چیزای بدیهی به نظر من توی خوزستان بهش توجه نشده که حالا ان شاءالله این همچین برنامه‌هایی میتونه یه خورده شاخک‌ها رو تیزتر کنه. خب همون شکل و ظاهری که خونه‌ها دارن خب قدیم به صورت سنتی بوده. نوع چیدمان فضاها، حریم‌ها، اونایی که توی خونه قدیم بوده مرزبندی شده بوده تقریبا. الان چون به خاطر جمعیت و اینا بیشتر ساختمان‌سازی شکل گرفته، رواج داده شده، عملاً اون مرزبندی فضاها نیست. صرفاً میگن یه خونه‌ای داشته باشیم و یه فضای معمولی. دقیقاً میخوام بگم که یعنی نحوه برخورد ما با معماری تاریخی خودمون نمیشه الان دیگه با توجه به نیازهایی که الان کاملا متفاوت شده. ما الان داریم متفاوت زندگی میکنیم، خانواده‌مون متفاوته. یعنی اصلی ترین اتفاقی که میافتاده قبلا این بود که خانواده‌ها گسترده بوده و کنار هم بوده، الان خانواده‌ها هسته‌ای شده و شغلمون متفاوته. اصلا تراکم کالبدی تکنولوژی که استفاده میکنیم، نمیتونیم بگیم که نیازهای ما مشابه قدیمه، پس ما باید بیایم از اون عناصر قدیمی استفاده کنیم. نه، باید ببینیم چه ایده هایی پشت این عناصر قدیمی بوده و ما اون با یه درک عمیق باید بهش برسیم. یعنی به سادگی اینکه شما هر جا دیدی اومد یک قوس، نمیدونم یه بادگیر، یه المان سنتی رو استفاده کرد، پس ادعا بکنه که من دارم معماری سنتی رو بهش توجه میکنم، میخوام بگم که خیر، شاید این اصلا به ضد خودش تبدیل بشه. یعنی علاوه بر اینکه درست عمل نمیکنه و شرایط زندگی امروز، حتی باعث بشه که ما به اون خونه‌های تاریخیمون هم ارزشش برامون بیاد پایین و آسیب پذیری بیشتری برای اونها ایجاد کنه. اصلا اون عناصر نمادین شدن، یعنی یه جایی که نیاز بادگیر داشته باشه ما می‌بینیم یه بادگیر نصب شده صرفاً واسه نما، یعنی کاربرد نداره. قدیم کاربرد داشت. دقیقاً همینه. میخوام بگم که یعنی تو ادامه صحبت تو میخوام بگم که محتوایی که این فرم ها داشتن رو باید بهش توجه بکنیم. یک کیفیتی از زندگی رو ایجاد می‌کردن. اون کیفیت زندگی الان از ما ساقط شده. ما دیگه اون کیفیت رو توی زندگیمون نداریم. شاید از نظر عملکردی هم از نظر فرمی هم بالاخره وقتی بادگیری ساخته میشه بر اساس یک ویژگی‌های محیطی، یه ارتفاع بادی، مثلا شما بادگیر قشم و بادگیر یزد مقایسه کنی به خاطر بحث اقلیمش خب این آره متفاوت. دقیقاً. ولی بحث اینه که یعنی از اونها میشه استفاده کرد، ولی باید به روز بشه. یعنی باید این که ما از اون نماد بیایم فقط به عنوان یک نماد استفاده کنیم اشتباهه. آیا طراحی اقلیمی محدود کننده است یا کلا باعث ایجاد خلاقیت میشه؟ بازم سوالش یه خورده کلانه، البته سوال خیلی خوبیه. میخوام بگم که اینو اگه بخوایم ما نگاهمون به خلاقیت بیرون آوردن، یعنی تولید یه فرم جدید مثلا خاص باشه، خب قاعدتاً هر چقدر ما بخوایم یه سری ضوابط و استانداردها و نمیدونم ملاحظات رو وارد طرح بکنیم، اون فرم خاص از خاص بودنش میفته. ولی میخوام بگم که یه روش دیگه، یه راه دیگه‌ای هست برای کار خلاقانه. اونم کار خلاقانه‌ای که به محتوا توجه میکنه، نه فرم. یعنی شما وقتی بیای به این فکر کنی که این آدمی که من دارم براش طراحی میکنم، این انسانی که دارم براش طراحی میکنم، یه انسان آسیب پذیره، یه انسانی که اگه مثلا 10 دقیقه مثلا توی ظهر گرمای تابستون برق بره، به شدت توی این خونه ممکنه آسیب ببینه. حتی اگه سنش کم باشه، خیلی زیاد باشه، اصلا ممکنه کاش به بیمارستان کشیده بشه. یعنی وقتی نگاه اینجوری بپذیریم که انسان اون چیزی نیست که تا الان تو ذهنمون کردیم. انسان خیلی شکننده است، خیلی آسیب پذیره در مقابل عوامل بیرونی و در مقابل اتفاقا عوامل روانی و درونی. اون وقت مسئله‌مون میشه این که به این انسان یه سرپناهی بدیم که هم بدنش رو هم تنش رو تحت آسایش قرار بده. مثلا اگه ما تابش خیلی زیادی داریم، گرمای خیلی زیاد، اگه ریزگرد داریم، اگه آلودگی داریم، اینو فیلتر کنه بنامون به صورت طراحی لایه، به صورت طراحی چند آستانگی. و اینکه اگه روانش خسته است و نیاز به یه گوشه دنج داره، نیاز به این داره که کمتر مثلا چالش با اعضای خانواده‌اش داشته باشه و اتفاقا اعضای خانواده صمیمی بهش نیاز هست، ارتباط بین اعضای خانواده، معماری میتونه اینجا نقش آفرینی کنه. اینا رو اگه بذاریم کنار هم دیگه، بهتون قول میدم که فرمم خودش یواش یواش شکل میگیره. یعنی در نهایت وقتی محتواها درست باشه، دنبال حل مسئله باشه، فرمم که بیرون میاد فرم خلاقانه میشه. ولی جنسش از اون جنسی نیست که ما هم اول میخوایم اصطلاحاً اسطوره معماری میگن یه فیل هوا کنیم. نه، اصلا فیل نمیخوایم هوا کنیم، میریم خورد مسئله رو میبینیم، تهش هم یه فرم در میاد که خاصه و
اتفاقا مخصوص اهواز. یعنی همون تقسیم بندی فضا انجام بشه با توجه به اینکه اقلیمش چجوریه. آره بیانش میشه فضا، بیانش میشه پلان، بیانش میشه فعالیت‌ها و رفتارهایی که ما توی حالت سکونت نوعی که الان ما دوچارشیم. ببین توی وضعیت زندگی توی اهواز من اسمشو سکونت ترکیبی گذاشتم. اگه ما یه سری سطوح سکونتی داشته باشیم، یعنی بگیم زندگی در شهر، زندگی در محله، زندگی توی بنای عمومی مثل دانشکده، دانشگاه و زندگی تو خونه، انگار همه اینا رو داریم لایه لایه‌شو میاریم همشو روی هم میندازیم توی خونه. یه سکونت ترکیبی رخ میده. برای سکونت ترکیبیه بله ما اگه برای این فکر داشته باشیم قطعا اون فشارهایی که روی انسان اهوازی داره میاد تا حد خیلی زیادی کم میشه. هم واسه گرد و غبار و سر و صدا، هم واسه گرما، هم که دقیقاً یه جوری باشه که خونه رو قابل تحمل‌تر کنه با توجه به اینکه مثلا فضای بیرون هم یه سری محدودیتایی داره، دائما آلوده است، نمیتونیم زیاد از خونه خارج بشیم، باید یه تمهیداتی واسش داشته باشیم. دقیقاً همینطور. بله. به نسبت بافت قدیم اهواز ما تغییرات زیادی رو می‌بینیم. حالا برمیگرده به طبقاتی یا هر چیز دیگه‌ای. بافت فرسوده زیاد داره. حالا در مورد بازسازیش نظرتون چیه؟ درسته که بازسازی بشه یا همون بافت قدیمی بمونه که هویت اهواز گم نشه؟ ببین سوال دوباره مثل سوالای قبلی خیلی پایه‌ایه و واقعا آره باید خیلی روش وقت گذاشته بشه که چون اصلا یه مسئله و چالش اساسی الان ما داریم همینه. خب و نمیشه یه نسخه واحد براش پیچید. ولی چیزی که با تصور من به نظر درست میاد اینه که اینا داشته‌های ما هستن، یعنی بناهای تاریخی، بافت‌های تاریخی داشته‌های ما هستن. من مثال دانشکده معماری یزد رو بزنم. ساختمان‌های دانشکده معماری یزد مثل یک کتاب معماری میمونن. یعنی شما دانشجویی که وارد اون فضا میشه صرف نظر از این که بره کتاب بخونه یا نخونه، مجله ببینه یا نبینه، سر کلاساش منظم حاضر باشه یا نباشه، وقتی از اون فضا بعد از 4 سال خارج میشه، فارغ التحصیل میشه، یه کیفیتی داره نگاهش به طراحی، به معماری که حاصل زندگی تو اون فضا هاست. هیچ کس هم هنوز خیلی دقیق نتونسته بگه این چه اتفاقی افتاد که این خروجی مشابه شد، با توجه به اینکه اینقدر تنوع آدمای ورودی متفاوتن با هم دیگه. اینو میشه توی بافتای تاریخی، بنای تاریخی هم دید. یعنی ما اگه با نگاه درس آموزی، با نگاه که کتاب معماری ان بخوایم بهشون نگاه کنیم و ازشون نه تقلید کالبدی بلکه یادگیری محتوا یاد بگیریم، درکمون رو بالا ببره، فهممون رو بیشتر بکنه، اون پاسخهایی که اینا داشتن به عوامل محیطی اون پاسخها رو بتونیم بیرون بکشیم، قطعا اینا باید به عنوان یک نمونه‌هایی بمونن برای ما و برای نسل‌های آینده بمونن که همیشه بهش مراجعه بشه و همیشه ازش استفاده بشه. حالا اگر هم ایده چیزی میگیرن از بافت قدیم سنتی، علاوه بر اینکه مثلا حالا نمای اون هست، کارکردش هم داشته باشه، نه صرفا مثلا یه نمای تاب زده بشه بدون هیچ دلیلی. آره بخوام باید یه منطقی باشه. درسته. بخوام بگم یعنی بخوام یه خورده نزدیک بشم به اون چیزی که درسایی که ما میتونیم از معماری قدیم اهواز بگیریم برای خونه‌های جدیدش، می‌خوام چند تا نکته رو بگم. یکی این که ما باید سعی کنیم اصطلاحاً سلسله مراتب ورود ایجاد کنیم. من حالا اصطلاحی که خودم دوست دارم به کار ببرم مرزبندی هست. مرزبندی یعنی ما حالا نمیگیم اون، چون اون فضا اصلا تراکم شهری به اون اجازه نمیده، نمیدونم قیمت زمین اونقدر بالاست که نمیشه اون فضاها رو داشت، ولی همین که ما بتونیم فیلتر ایجاد کنیم بین فضای خیابان و نشیمنمون، یعنی اغلب الان در حد چند متر که ما جابجا میشیم از نشیمن پرت میشیم توی فضای خیابان یا برعکس از خیابان پرت میشیم توی نشیمن و اون ناخواسته هایی که توی فضای بیرون هست و به هیچ عنوان فیلتر نمیکنیم، با خودمون داخل میاریم. چند لول این اتفاق بیفته، یعنی پیش ورودی باشه، یه لابی واقعا قابل نشیمنی باشه توی آپارتمان، افراد بتونن با هم رابطه بگیرن، اون احیای اون رابطه همسایگی گذشته خیلی مهمه. مثلا اگر این لابی خودش یه تهویه طبیعی توش رخ بده، یه فیلتر هوایی داشته باشه، میتونه یک مرحله اون ناخواسته‌های محیطی رو کمتر بکنه. تابشش همینجور توی باکس پله یا توی ارتباطات عمودی میتونیم بازم تهویه رو وارد بکنیم، نور رو وارد بکنیم. حتی میگم قبل از اینکه ما بخوایم وارد فضای خونه بشیم، وارد نشیمن بشیم، میتونیم فضاهای پنجره دار داشته باشیم، فضایی داشته باشیم که تخلخل ایجاد کنه. یعنی ما وقتی داریم ما عملاً دیگه تو آپارتمان وقتی در آسانسور رو میزنیم و وارد میشیم و دیگه از محیط بریده میشیم، نه دوباره مثلا توی اون فضای لابی جلوی واحده ما بتونیم رابطه با محیط بگیریم، بفهمیم روز شب بارون میاد، هوا چطوره. یعنی اینا میخوام یه کلیدواژه بدم تحت عنوان طیف.
طیف ایجاد کردن بین اون عوامل ناخواسته محیطی و عوامل خوب که میخوایم داخل داشته باشیم، طیف ایجاد کردن بین سر و صدای بیرون، آلودگی بیرون، گرمای بیرون و داخل و با ایجاد واسطه ها میتونه یکی از راه حل‌ها باشه. حالا اگه بخوایم سه تا پیشنهاد بدیم واسه معماری آینده اهواز با توجه به محیط بیرون و عوامل دیگه، تا حد تو صحبتام بود. یه بخشیش بخوام واژه بگم سلسله مراتبه. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما یک کاهش تدریجی تو ناخواسته ها داشتیم، کاهش پله پله توی ناخواسته ها داشته باشیم. یه اصل دیگه بخوام بهتون بگم انعطاف پذیریه، فلکسیبیلیتیه. یعنی ما بتونیم نقش های مختلف توی فضا ایجاد کنیم. بخوام حالا یه خورده طراحانه تر صحبت بکنم با بچهای معماری هم، این بحثه که هر جا که بچه‌ها رفتید سمت این که از ابتدا از فرم شروع کنید و یه رندر بذارید و بعد سعی کنید اون کاربری رو توش بچینید، بدونید که تا حد خیلی زیاد دارید اشتباه میکنید. یعنی مخصوصا توی اقلیم اهواز برعکس، یعنی باید ما به محتوای زندگی اهوازی‌ها توجه بکنیم، همشهریامون توجه بکنیم و این محتوای زندگی رو بیایم نمودش رو براش توی فرم ایجاد بکنیم. مثلا بالکن‌های عمیق، یه عرض خاصی از تراس، نمیدونم همین پیش ورودی سلسله مراتب، اینا اثرهای فرمیه که توی بحث توجه به محتوا میتونیم داشته باشیم. اگه حرفی سخنی چیزی بخوام جمع‌بندی بکنم صحبت‌های امروزو، میخوام بگم که ما باید بدونیم که انسان امروز دقیقاً مثل انسان گذشته شکننده است و این شکنندگیش هم جسمیه و هم روانی. یعنی هم جسمی تحت عوامل فشارهای محیطی قرار میگیره و هم روانی. بخوام یه خورده با نگاه فلسفی بهش نگاه بکنم، این نقد قول از فیلسوفا بیارم، مثلا اگه ما پاسکال رو مطالعه بکنیم، یه جایی از یک مفهومی استفاده میکنه تحت عنوان انسانی که مثل نی ضعیف شده و اندیشنده است. یعنی داره کنار هم میذاره، میگه یک نی ضعیف شده‌ای در طبیعت عوامل محیطی به راحتی اینو خم و راست میکنه، به راحتی بهش آسیب ممکنه برسونه، ولی همزمان به این آگاهه و میتونه بهش فکر کنه و اینکه برای این وضعیت یک راهکاری ارائه بکنه. یا مثلا پل ریکور میاد میگه ما از این به دنبال یه سوژه‌ای هست که این سوژه باید از توهم قدرت مطلق خارج بشه. یعنی این توهمی که ما فکر میکنیم در طبیعت اولا سرآمدیم، نوع بشر نوع مخلوق سرآمده، به اضافه اینکه این توهمی که ما بر طبیعت و بر محیط میتونیم تسلط داشته باشیم، کنترلش کنیم، از این باید خارج بشه. اگه از این توهم خارج بشه داستان خیلی فرق میکنه. توی تاریخ هم ما ببینیم مثلا شکنندگی انسان در محیط توی دیوار و حصار شهر بوده، توی اون سلسله مراتب ورودی، هشتی، دالان، حیات، ایوان، اینا این خودش رو نشون میداده. یعنی ما میدونستیم که آسیب پذیریم، پس پناه میوردیم به خونه و از اون عوامل محیطی فاصله میگرفتیم. این به راحتی توی اهواز هم میشه بهش فکر کرد. از شما هم که تا اینجا با ما همراه بودید ممنونم. اگر حرفی، اعتقادی، چیزی بود لطفا برامون کامنت بذارید. استاد دستتون درد نکنه. خیلی متشکرم. خواهش میکنم. منم از شما تشکر میکنم. همیشه قدم اول سخت‌ترین قدمه، ولی معمولا انسان‌ها و تیم‌هایی قدم اولو برمی‌دارن که اراده خیلی قوی‌تری دارن، عزت نفس و اعتماد به نفس قوی‌تری دارن و قدر خودتون رو بدونید. یعنی این قدم اول انشالله یه زمانی به این برسه که این اپیزودهای مثلا چه میدونم 400م این پادکست توسط نسل‌های بعد از شما اینجا پر بشه و شما اون رو گوش بدید و بگید که آره زمانی قدم اولش رو من برداشتم و اون احساس رضایت درونی باید اتفاق بیفته. من تشکر میکنم. خیلی ممنون. خواهش میکنم. برنامه امروز ما به پایان میرسه. خیلی ممنونم که تا اینجا ما رو همراهی کردید. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.